با آمدن فصل بهار جشن ملی و اجدادی تاجیکان نوروز عالم افروز فرا می رسد. جشنی که از بیدارشوی طبیعت مژده می دهد. امسال ما این جشن بوستانی را با همکاران، مهمانان عالی قدر از جمله اهل هنر و شریکان دیرینی ازیا پلوس، شرکت آبی زلال با تمغش نور زلال و زد موبایل تجلیل کردیم. این ایدی بوستانی ماست. این جشن است که 6000 سال عمر دارد. جشن است که قوم‌ها را نزدیکتر کرده است. دوستی را پاینده‌تر کرده است. من از صمیم دل از نام گروه رسانه‌های ازیا پلوس همه شما را با نوروز عجم تبریک می‌نمایم. رمز نوروز سومنک نوعی خوراک شبیه حلوا که از شیره گندمی سبز کرده و آرد پخته می شود. آن را بیشتر برای عید نوروز درست می کنند و در خانه نوروزی می گذارند. سومنک یکی از خوراک‌های 7 سین است. همکاران ما از صبح صادق با پختن آن شروع کردند. تهیه سومنک مراسم تام و رمز اتحاد و زحمت مشترک است. در این مراسم آدمان از اطراف دیگ سومنک جمع آمده با دفن زنی، ترانه‌خوانی و قصه‌گویی و شادی و نشاط برای پختن آن کمک می‌کنند. روند تهیه سومنک را باشد نفر صاحب تجربه و پزنده ماهر راهبری و تنظیم می‌کند. پس از ساعت‌های کفچه زدن نهایت سومنک آماده می‌شود. جشن خود را ما در مرکز هنرهای مردمی دهه گلزار گذرانیدیم. این یک حولی است که از چند ساختمان عبارت بودند. نمایشگاه عنعنوی و هنر ملی تاجیکان است و ما این درگاه را با سمرنگ در و ادانه گردانیدیم. نوروز نخستین روز سال خورشیدی، جشن آغاز سال نو اجدادی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های تاجیکان است. این جشن فراتر از حدود تاجیکستان امروز، تمام منطقه آسیای مرکزی، افغانستان و ایران، آذربایجان و دیگر نقاط جهان جشن گرفته می شود. زمان برگزاری نوروز اعتدال بهاری و در آغاز فصل بهار است. نوروز را مژده بیداری طبیعت نیز می گویند. برابر بهار آمدن بازم طبیعت ما از نو زیباتر میشد، زنده‌تر میشد. نوروز را به رقص و موسیقی تصور کردن غیر امکان است. صدای کرنه سرنای فضا را فرا گرفته همه را به این عید دعوت می‌کند. رقص‌های ملی که در آن هر یک حرکت مضمون خاص دارد، افاده شادی و شکرگزاری از بیداری طبیعت است. با جشن ما مهمانان زیاد تشریف آوردند. سفیران، نمایندگان تشکیلات‌های بین المللی، شرکت‌های موفق، روزنامه‌نگاران و در عموم همه دوستانی ازیا پلوس. نوروز شد و لوله خوش رنگ برآمد. بلبل با تماشای دفو چنگ برآمد. مرغای هوا جمله بی کردند پرواز. مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. هنرمندان شناخته کشور جشن ما را با حضور خود باز هم دلنشین‌تر کردند. چشمی خمار داری رنگ
زلفانی دوتایی наврӯз мардумро ба ҳам мепайвандад ки ба мо аҳамияти анъана, оила ва навсозиро хотиррасон мекунад. میدونید نوروز منم، نوروز شمایید، نوروز شمایید، نوروز شمایید. شهامت نوروز نگاهی پر از شرار شما است. زیبایی نوروز تبسم های زیبایی شما است. билохира суманаки лазизи худро мо ба ҳамагон тақсим кардем. ба беморон ва кормандони марказии саратоншиносии беморхонаи шифобахш бурдем. мо аз сидқи дил мехостем онҳоро дилбардорӣ кунем, муҳаббати худро ба онҳо изҳор кунем ва умедашонро барои сеҳати зудтар мустаҳкам кунем. илова бар ин мо ба кормандони муассисаҳои коммуналии шаҳри душанбе, заноне ки ба тозагӣ ва зебоии шаҳр машғул мебошанд ва сокинони шаҳр ҳамон суманак додем. бигзор ҳар рӯзатон пур аз шодиву нишод ва муваффақияту пирӯзӣ бошад. ҳар рӯзатон наврӯз бод. наврӯзатон фирӯз бод.